آخوند قزوینی میگوید امام حسین ما و مسیحیان یکیست. مهمترین اختلافات میان مسلمانان و مسیحیان در مسئله یگانگی الله متعال، حقانیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن کریم است. اما آخوند قزوینی ارزش این سه مورد مهم را ناچیز می شمارد و با افتخار می گوید امام حسین ما و مسیحیان یکیست. آیا کسی که عیسی علیه السلام را می پرستد و نبوت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را انکار می کند و قرآن را به عنوان کتاب الهی قبول ندارد، می تواند امام حسین را قبول داشته باشد؟ آیا امام حسین را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهتر می دانند که اینقدر شیفته و شیدای امام حسین باشند؟ من یکی از این بزرگواران که میگفت من در آمریکا در یکی از این ایالت‌ها سخنرانی میکردم، ایام عاشورا بود. یکی از این مستمعین آمد جلو و گفت من مسیحی هستم و اون روز من روزه حضرت ابوالفضل خواندم. دم خیلی گریه کرده، خیلی بیتاب، خیلی تشکر کرد. من گفتم که خب شما مسیحی هستید، خب تو این جلسه و گریه برای امام حسین. برگفت گفت که جناب آقای دکتر نیکنام، ما مسیحی ها با شما مسلمان ها خدامون فرق میکنه. خدای شما غیر از خدای ماست، پیغمبر شما غیر از پیغمبر ماست و کتاب شما غیر از کتاب ماست، ولی حضرت ابوالفضل ما یکیه، امام حسین ما یکیه. ببینید جناب آقای مرادی، یک مسیحی میگه آقا امام حسین ما با امام حسین شما مسلمان ها شیعه ها یکی. قرآن کریم هنگامی که به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دستور میدهد با مسیحیان و یهودیان گفتگو کند، میفرماید قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بگو ای اهل کتاب، به سخنی روی بیاورید که میان ما و شما یکسان است، این که جز الله را پرستش نکنیم و هیچ چیزی را شریکش نسازیم و برخی از ما برخی دیگر را به جز الله در جایگاه ربوبیت قرار ندهیم. پس اگر سرپیچی کردند بگویید شما گواه باشید که ما مسلمانیم. در این آیه الله عزوجل از اهل کتاب دعوت می کند تا با بازگشت به اصل خود در این مشترکات ادیان آسمانی گرد هم آیند. اول این که جز الله را پرستش نکنیم و هیچ چیزی را شریکش نسازیم. دوم آن که برخی از ما برخی دیگر را به جز الله در جایگاه ربوبیت قرار ندهیم. اما این آخوند بی سواد و جاهل به مفاهیم قرآنی با افتخار کفر مسیحیان به الله و رسولش و قرآن را نادیده گرفته و ایمان و اعتقاد به ابوالفضل و حسین را امری بزرگ و قابل اهمیت دانسته و دلیلی بر حقانیت امامت شیعه میپندارد. آیا محبت امام حسین و ابوالفضل با کفر به الله و پیامبر و قرآن جمع می شود؟ چگونه کسی امام حسین را دوست می دارد در حالی که پروردگار حسین را قبول ندارد و منکر نبوت جدش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می باشد؟ و کدام یک برای انسان بهتر است؟ کفر به الله و پیامبر و قرآن و پذیرش ابوالفضل و حسین، یا بالعکس؟ قضاوت با شماست.